دادگاه ولایت مسکو روز 12 دکبر قرار اخراج کرامت شریفوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک در روسیه را به تأخیر گذاشت. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مرافعه به حضور نفر تحت حمایتش صورت گرفت و آنها برای شکایت از روی قرار دادگاه 10 روز دیگر فرصت دارند. قبلا دادگاه لیوبرتسکی شهر مسکو اخراج کرامت شریفوف را صادر کرده او را به نقض مقررات بودوباش کادکس ماموری روسیه متهم نمود. بنا به این قرار شریفوف باید 5000 روبل جریمه پرداخته سپس به تاجیکستان اخراج شود. الکساندر مدودووا وکیل مدافع کرامت شریفوف روز 12 دکبر برای رادیو آزادی گفت بر اساس قرار دادگاه ولایت مسکو کرامت شریفوف بر اساس قسم 3 ماده 88 کادکس فدراسیون روسیه یعنی ویران نمودن شرایط بودوباش در قلمرو روسیه از جانب شهروند خارجی و یا افراد بیشرمند جنایت مأموری صادر کرده است و از روسیه اخراج کرده می شود. وی افزود این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قوانین بین المللی و روسیه مغایرت می کند و آنها از بالای این قرار به زینه‌های بالایی مقامات دادگاه روسیه شکایت خواهند برد. Смотрите, сегодня судебное заседание происходило без его участия. گناه کرامت شریفوف در دادگاه ثابت نشده است و از همین رو ما به دادگاه شکایت میبریم. گذشته از این مرافعه امروز بدون شرکت زیر حمایه من گذشت و من قبلا برای تامین شریفوف جهت شرکت در مرافعه مراجعت کرده بودم ولی او را نآوردند. من بسیار میخواستم که وی شرکت کند و موقع خودش را روشن‌تر بیان کند. اصلا در وقتی مرافعه او در مسئله اخراج نفر عیبدار شونده باید شخصا حضور داشته باشد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه سازمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه‌اش در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌ناموی و پروتکل‌های انجمن بسته شد. در پی قرار دادگاه روز 3 نوامبر سال روان خود کرامت شریفوف در بازداشت است. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیمی شده شهروندی این کشور را گرفته بود. کرامت شریفوف 54 سال داشته زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده یک افسر نیروهای نظامی روسیه می باشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد. از جمله در قضیه‌های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لطوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لیوبلینا دادستانی کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراضهای 10 مهاجر عیبدار کرد.